سلام. اگه کسی هستید که به تازگی فعالیت روی کانال یوتیوبتون رو شروع کردید، حتما براتون مهمه که چجوری بازدید بیشتری بگیرید و این موضوعهای پربازدیدتری برای ویدیوهاتون داشته باشید. من تونستم توی چند ماه اخیر با استفاده از این روش‌های این کارو برای یه سری از ویدیوهام انجام بدم و همونطوری که می‌بینید یه سری از ویدیوهام بازدیدشون خیلی بالا رفته، واچ تایم بالاتر گرفتم و سابسکرایب خیلی خوبی تونستم از اینا بگیرم. اگه دوست دارید 4 تا استراتژی برای اینکه بهتر ویدیوهاتون بازدید بگیره و عنوان‌های پرسرچ‌تر و پربازدیدتری داشته باشن یاد بگیرید، با من همراه باشید. سلام دوستان، محمد حسینی هستم و به کانال من خوش اومدید. من تو این کار سعی میکنم یه سری نکته‌هایی در مورد گسترش کانال یوتیوب و در کنارش ادیت ویدیو و امثال اینها قرار بدم و به رشد کانال یوتیوبتون در طول بلند مدت کمک کنم. اگر این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگه دوست دارید به صورت بلند مدت فعالیت کنید و یه سری نکته‌هایی در این باره یاد بگیرید، من سعی میکنم به صورت روزانه یه سری نکته‌هایی رو داخل کانال تلگرام قرار بدم. اگه دوست داشتید جون برید و این نکته‌ها رو هر روز لابلای کار روزمره‌تون ببینید. خب بریم سراغ ویدیو. یکی از چیزایی که خیلی به دردمون میخوره این هستش که اولا از کجا بفهمیم این ویدیویی که داریم میسازیم ویدیوی پربازدیدی است یا نه. دوما چجوری عنوان پرسرچ بذاریم تا افراد بیشتر اون ویدیو رو ببینن، روش کلیک کنن و طبیعتا یوتیوب ویدیوی ما رو به افراد بیشتر نشون بده. یه دور بریم داخل یوتیوب آنالیتیکس من تا این سری چیزا رو با هم ببینیم و بعدم بریم سراغ 4 تا استراتژی برای این 2 تا سوالی که براتون مطرح کردم. خب داخل یوتیوب آنالیتیکس من هستیم. همونطوری که می‌بینید تقریبا ویوهای من 300 400 و 200 300 یه همچین رنجی هست و تقریبا بعد 2 هفته روی همین 200 300 400 میمونه. ولی 3 4 تا از ویدیوهام بازدیدش خیلی بیشتر از بقیه است و اون 3 4 تا این هاست. افکت های صدا همونطور که میبینید 1100 تا ویو داره، 900 تا در مورد سابسکرایب هست و 2 تا ویدیو هم در مورد درآمد دارم، 800 و 650 که این 2 تا ویدیو در مورد درآمد هست. ولی بر چه اساسی من این ویدیو رو ساختم؟ آیا رندوم اینا رو ساختم که بازدید بیشتری گرفته یا نه اومدم یه سرچ کردم، یه تحقیقی کردم و با یه نتیجه اونقدر به این ویدیوها رو ساختم. و همونطور که در این قسمت ویوها و واچ تایم من هر چند که یک کانال تازه کار و یک کانال جدید هستم با درصد خیلی قابل قبولی 180% و 253% نسبت به ماه گذشته رشد داشته و ویدیو هم تقریبا عدد قابل قبولی دارن. مثلا این ویدیویی که دیشب منتشر کردم 200 تا ویو داشته، 10% کلیک نسبت به نمایش داشته که خیلی بالاست و 5.5 دقیقه اوریج دیوریشن یا مدت زمان متوسطی هستش که مخاطبان این ویدیو رو دیدن. و حالا بریم سراغ این که این ویدیوها رو چجوری انتخاب میکنم. روش اولین روش این هستش که از کانال‌های رقیبمون کمک بگیریم. به چه شکل؟ فرض کنید که شما یه نفر هستید که ماه اولی که دارید کار میکنید روی یوتیوب و این سری چیزا رو دارید یاد میگیرید، یعنی یاد میگیرید ویدیوتون رو چجوری ادیت کنید، چجوری سابسکرایب جمع کنید، تگ بذارید و کلی نکته دیگه. ولی یه چیزی این هستش که افرادی قبل از شما اون رو انجام دادن و ازش نتیجه گرفتن. اگه شما بتونید از نتیجه اونها استفاده کنید، از کاری که اونها کردن و نتیجه گرفتن استفاده کنید و از کاری که کردن و نتیجه نگرفتن استفاده نکنید. به همین راحتی میتونید ویدیوهایی که بازدید بیشتری دارن رو بسازید. بریم داخل کامپیوتر تا براتون توضیح بدم. یکی از معروف ترین کانال هایی که در حوزه‌ای که من دارم فعالیت میکنه و خیلی هم کانال قوی هستش، کانال اسکیلویت هستش. بریم داخل این کانال. خب همونطور که میبینید کانال باز شد، تقریبا 24000 سابسکرایب داره و ویدیوهای خیلی زیادی داره. من روی لیست ویدیوهاش کلیک میکنم و در این قسمت سورت بای میذارم و سورت بای پاپولار رو میذارم. کاری که انجام میده این هستش که ویدیوهای این کانال رو به عنوان یک کانالی که منبع من هستش و ازش میتونم الگو بگیرم بر من سورت میکنه و مرتب میکنه بر اساس اینکه کدوم ویدیوها بازدید بیشتری داره و طبیعتا هر ویدیویی که بازدید بیشتری داره طبیعتا یعنی علاقه‌مند و مخاطب بیشتری داره. فقط کافیه که من همون ویدیو رو بسازم به همین راحتی. خب همونطور که ببینید ویدیوهایی که ساخته و خیلی بازدید خوبی گرفته، 4 تا ویدیو اولشون رو اگه ببینیم، موضوع اول این که هر 1000 بازدید یوتیوب چند دلار داره. خب من همچین چیزی رو نمیتونم بسازم، ولی ویدیوی در مورد درآمد از یوتیوب میتونم بسازم. ویدیو در مورد ساخت کانال یوتیوب 100 سابسکرایب اول میتونم بسازم و همونطور که میبینید اینجا این ویدیویی که در مورد درآمد یوتیوب هست 200000 بازدید داره، در حالی که ویدیویی که 4مین یا 5مین ویدیویی هست از لحاظ بازدید 60000 بازدید داره. یعنی تقریبا یه چیزی حدود 3.5 برابر بازدیدش بیشتره و کافیه که فقط من بدونم که درآمد یوتیوب چطوریه و چطوری کار میشه و من بیام و یه ویدیو در موردش بسازم. همون کاری که داخل ویدیوهای خود من هم دیدیم و دیدیم 2 تا 3 برابر سایر ویدیوهای معمولی من بازدید و واچ تایم گرفته. پس بنابراین کافیه بدونید که داره روی چه موضوعی فعالیت میکنید، موضوع کانالتون چی هستش و یه سری از رقباتون که قوی‌تر و قدیمی‌تر از شما هستن رو
بشناسید. برید ویدیوهای اونها رو ببینید که کدوم ویدیوهاشون بازدید خیلی خوبی گرفته و برعکس کدوم ویدیوهاشون بازدید نگرفته. اینها رو بسازید و اینها رو نسازید. به همین سراحتی. بریم سراغ روش دوم. فرض کنید که من این ویدیویی ساختم و حالا قبلا سرچ نکردم که اصلا این ویدیو موضوع خوبیه یا موضوع بدیه و حالا میخوام یه عنوان براش بذارم. چجوری براش یه عنوان تعیین کنم؟ مثلا من این ویدیو ساختم در مورد آموزش ادوب پرمیر، میتونه هر زیر موضوعی از ادوب پرمیر باشه، حالت کلی میخوام در نظر بگیرم و حالا میخوام براش یک موضوع انتخاب کنم که سرچ و بازدید بالایی داشته باشه. دو تا روش میخوام براتون معرفی کنم. روش اول این هستش که بریم داخل خود یوتیوب. اگه بریم داخل خود یوتیوب و در این قسمت من بنویسم ادوب پرمیر، برای من میاره که چه موضوعاتی تاپ سرچ هستن، یعنی سرچش و بازدیدش برای مردم بیشتره. پس بنابراین اگه من بخوام یک عنوان انتخاب کنم، کلمه ادوب پرمیر برای عنوان من، برای تگ من، برای قرار دادن در دیسکریپشن من بهترین کلمه میتونه باشه، چون سرچش بالاست و بنابراین من در سرچ ها نمایش داده میشم و افراد بیشتری میتونن من رو ببینن و آموزش های من رو ببینن و با کانال من آشنا بشن. از طرف دیگه آموزش ادوب پرمیر 2019 طبیعتاً یکی دیگه از موضوعایی میتونه باشه که من میتونم برای تایتل خودم و برای موضوعهای بعدی خودم استفاده کنم. حالا بیاین یه موضوع دیگر سرچ کنید. فرض کنید که من میخوام یک آموزش برای آموزش‌های بعدیم در مورد ادوب پرمیر قرار بدم. من اینجا سرچ میکنم آموزش ادوب و اینجا تمام آموزش‌هایی که میتونه یه نفر با کلمه آموزش ادوب بهش برسه برای من آورده. طبیعتاً اولیش بیشترین سرچ رو داره و آخریش کمترین سرچ و هرچی به اینجاها نزدیکتر باشم یعنی بازدید من بیشتر هستش و این موضوعات میتونه موضوعات جذابتر و پربازدیدتری باشه. روش سوم این هستش که از افزونه توب بادی استفاده کنیم. افزونه توب بادی چیکار میکنه؟ بریم داخل یه سری از همین ویدیوهای من که بازدید خوبی داره، روی ویدیوها کلیک میکنم و در این قسمت روی این ادیت میزنم و میرم داخل قسمت ادیت ویدیوی خودم. وقتی میام در قسمت تگ ها میبینید که دو تا آیتم دارم. یک آیتم شبیه یک مثلث آبی رنگ هستش و یه سری آیتم هم از این قسمت که افزونه توب بادی هست برای من نمایش داده میشه. اگه روی این بزنم میبینید که به کانال من وصل هستش و یه سری اطلاعات رو برای من اینجا نمایش میده. همونطور که میبینید تو یه سری از این کیورد ها و یه سری از این تگ ها برای من یک عدد سبز نوشته و یک عدد آبی هم نمایش داده شده که اینها مفهوم این هستش که رتبه من در سرچ برای اون کلمات چند هستش. مثلا اگه یه نفر بیاد و افکت های صوتی خنده‌دار رو سرچ کنه، دقیقاً این عنوان، من میام اینجا و اینجا سرچ میکنم افکت های صوتی خنده‌دار، اینتر رو میزنم و همونطور که میبینید ویدیوی من اینجا ویدیوی دومی هستش که در سرچ نمایش داده شده. حالا اگه برگردم داخل تگ ها میبینید که خیلی از تگ ها من لینک 1 2 3 امثال اینها هستم و توب بادی به من کمک میکنه که تگ هایی که مناسب برای ویدیو من هست رو به من پیشنهاد بده و من بفهمم بر اساس اون تگ ها چه عنوانی برای من مناسب تره، چه دیسکریپشنی رو بنویسم و بنابراین بتونم بازدید بیشتری رو از یه ویدیو بگیرم و موضوعات پربازدیدتر رو برای ویدیوهای بعدیم در نظر بگیرم. و روش دیگه که میتونیم از توب بادی استفاده کنیم این هستش که همون تگ ها رو در منوی سرچ یوتیوب بنویسیم. فقط کافیه که بریم دوباره داخل منوی سرچ یوتیوب و اینجا مثلا بنویسم آموزش ادوب پرمیر. اگه سرچش کنم بعد از اینکه این قسمت سرچ باز میشه، در این قسمت یه سری اطلاعاتی برای من میاره که اگه روی شو ناو بزنم توب بادی این تگی که من سرچ کردم و یه سری تگ های دیگه که میتونه مرتبط باشه به من رو پیشنهاد میده و من از اینجا میفهمم که کدوم عنوان برای من بهتره و اگه بخوام بعدا هم یه موضوع بسازم یا حداقل این تگ ها رو تارگت کنم، روش هدف گذاری کنم که برای SEO من بهتر باشه و من نمایش بهتری در منوی سرچ ها داشته باشم، از این تگ ها کمک میگیرم. خب همونطوری که میبینید تگ هایی که برای من آورده و در این قسمت میزان سرچش هستش. آموزش پرمیر بهترین تگ میتونه باشه چون 65% سرچ داره، آموزش پرمیر به زبان فارسی 43% و آموزش ادیت فیلم یکی دیگه از تگ هایی هستش که 39% سرچ داره. و بنابراین اگه من بخوام یک ویدیو در این مورد بسازم و عنوانش رو قرار بدم، طبیعتاً تگ هام بهترین حالت به این شکل هستش که مثلا عنوانی که میخوایم قرار بدیم در این قسمت بنویسم آموزش پرمیر به زبان فارسی، جلوترش هم بنویسم آموزش ادیت فیلم به صورت حرفه‌ای. خب همونطور که می‌بینید من هم آموزش پرمیر رو قرار دادم
هم آموزش پریمیر به زبان فارسی و هم آموزش ادیت فیلم. هر سه تا تگی که من پیشنهاد داده اینجا قرار دادم. این تگ ها رو داخل دیسکریپشن هم چند سطر اول قرار میدم. بعد پایینترش که میایم این لابلاها یه سری توضیحات دوباره میذارم، اون تگ ها رو دوباره قرار میدم و در نهایت ضربه آخر موقعی میذارم که تگ ها رو در قسمت تگ ها قرار میدم و اون تگ ها به حالت های مختلف به تعداد بالا برای ویدیوم به کار میره و عملا تا جایی که میتونم نزدیک به 500 تا تگ رو پر میکنم. خب بریم سراغ روش چهارم. روش چهارم این هستش که کافیه که ترندهای مربوط به موضوع کانال خودمون رو بدونیم. خیلی وقتا یه سری ترندهایی میاد که ما ازش استفاده نمیکنیم، اصلا خبردار نمیشیم که همچین چیزی میاد و میره. یه مثال براتون میزنم. فرض کنید که شما یه کانال گیمینگ دارید و یه سری ویدیوهایی دارید در مورد گیم، ریاکت کردن و امثال اینها قرار میدید و حالا یک ماه دیگه، چند هفته دیگه میخواد یک اتفاق بزرگ در صنعت گیمینگ بیفته. چی هستش؟ مثلا رونمایی از PS5. یه دقیقه بریم داخل خود یوتیوب و این رو بهتون نشون بدم. من اینجا سرچ میکنم پلی استیشن، خب برای من آورد پلی استیشن 5 و حالا اینجا نمایشی که داره رو ببینیم که به چه صورت هستش. میبینید که دو تا ویدیوی اول، یکی مربوط به 1 ماه قبل هستش، یکی مربوط به 9 ماه قبل، 1 ماه قبل، 1 ماه قبل و همینطور 2 ماه قبل. تایمی که این ویدیوها قرار داده شدن خیلی مهمن. PS5 یه رویداد مهمه، رونمایی ازش یه رویداد مهمه که داره اتفاق میفته، ولی یکی از کانال ها اومده خیلی زودتر از قبل، 9 ماه قبل یک ویدیو ساخته و همونطور که میبینید اومده PS5 با PS4 مقایسه کرده. بقیه کانال ها هم همین کارو تقریبا کردن، چه از قیمتشون چه از رونماییش، ولی 1 ماه قبل قرار دادن، 1 ماه قبل، 1 ماه قبل، 1 ماه قبل. حالا بازدیدهاشون اگه نگاه کنید میبینید که این کانال طبیعتا با اینکه سابسکرایب خیلی پایینتری داره نسبت به مثلا یه نفر به اسم آریا کوکسر یا دنی پینکمن، ولی تونسته بازدید قابل قبولی برای خودش بگیره تو این مدت. چرا؟ چون تونسته زودتر از اون افراد سوار اون موج ترندی بشه که PS5 هست. اگه بدونید که موضوع کانال شما چیه و بر اساس اون موضوع ببینید چه ترندهایی وجود داره و روش سوار شید، طبیعتا میتونید بازدید خیلی خوبی بگیرید. یه مثال دیگه براتون بزنم. اینجا سرچ میکنم آهنگ الناز گلرخ. خب همونطور که میبینید یه سری آهنگ آورده برای من که آهنگ اولی که عده بذاریم کنار، آهنگ دوم مربوط به خودشه که 1 میلیون هم بازدید خورده، ولی سومین نمایشی که برای من آورده و سرچ ریزالتی که هست مربوط به یکی از یوتیوبراست که بازدید خیلی خوبی هم از این ریاکت گرفته، 117K، و تنها کاری که کرده این هستش که نسبت به اون ویدیویی که یه ترند شده اومده یه ریاکت خوب ساخته و عملا سوار اون موجی شده که اون فرد به وجود آورده یا اون موضوع به وجود آورده و از این طریق تونسته ویوی خیلی خیلی زیادی برای خودش بگیره. شاید بپرسید که خب اینها یا ریاکت دارن میکنن یا کانال گیمن و اینا، این اتفاقا برای یوتیوب خیلی زیاده و طبیعیه، ولی نه، برای هر موضوعی که شما داشته باشید میتونید همچین چیزی رو پیدا کنید. اگه مثلا یک کانال خبری هستید، کافی اخبار داغ و اخباری که ترند میشن و سوار بشید و اول از بقیه منتشر کنید. اگه یک کانال مربوط به موزیک هستید و مثلا 1 ماه دیگه شادمهر ساسیمانکن هر کسی تتلو مثلا میخواد یه آهنگ بده بیرون، شما میتونید در موردش بخونید و یک کلیپ قبل از اینکه اون فرد اون آهنگو بده بیرون بسازید، اون تگ ها رو بذارید و وقتی که اون فرد اون کلیپ رو منتشر کرد و بیرون داد، شما اولین ویدیویی هستید که اون تگ ها رو دارید و یوتیوب شما رو به بیشتر و بیشتر از قبل پیشنهاد میده، چون اون تعداد افرادی که میان و سرچ میکنن بالاست و شما هم یک ویدیو قدیمی در اون موضوع هستید، شما رو یوتیوب به بیشتر افراد پیشنهاد میده و میتونید بازدید خیلی زیادی ازش بگیرید. یا مثلا فرض کنید یک کانال در مورد آموزش ریاضیات دارید، چیکار میتونید بکنید؟ این هستش که از کنکور بهره ببرید، از امتحان نهایی استفاده کنید، از تایم امتحانات استفاده کنید، از حل تمرین استفاده کنید و امثال اینها. خیلی خیلی راحت میتونید تو تایم‌های مختلفی یه سری ویدیوهای ترند و پربازدید قبل از بقیه بسازید و سوار موجش بشید. امیدوارم تونسته باشم چیزی رو بهتون اضافه کنم و چیزی یاد بگیرید از این ویدیو. مثل همیشه اگه نکته یاد گرفتید لایک یادتون نره، اگه سوالی داشتید در قسمت کامنت ها در خدمتتونم. اگه گفتگوی مداوم‌تر و طولانی‌تری خواستید با من داشته باشید، اینستاگرامم همیشه براتون بازه. خلاق و پر انرژی باشید رفقا. خدا